پیوندان امامجان شخانوف میگویند او بیمار است و باید از خدمت در ارتش آزاد کرده شود. مقامات این ساکن 27 ساله ناحیه مومن آباد را تیر ماه سال 2025 به سربازی بردند. شوهر مرا 1 اکتبر سال 2025 از طرف کمیسریات ناحیه مومن آباد به ارتش بردند. ما به آنها بارها گفتیم این بیمار است. باور نکردند. آن را به قسم حربی 13483 در شهر کلا بردند. از آنجا کسل شده و هاسپیتال قرغن بردند. روز تا روز حالتش بد شد. از هاسپیتال و بیمارخانه روحی بردند. رادیوی آزادی حجت را دید که داستانی حربی از وضع امامجان شخانوف آگاه است و پزشکان نیز بیماری او را تصدیق میکنند و 1 ماه را در بیمارستان کسلی های روحی در ناحیه رودکی و 1 ماه دیگر را در شفاخانه حربی گذرانیده است. حالا در قسم نظامی وزارت دفاع در شهر کولاب قرار دارد. نزدیکانش میگویند برای رهایی امامجان شخانوف تمامی تلاش را کردند و به هر در سر زدند، ولی در 4 ماه گذشته موفق نشدند. در حالی که به ادعای آنها وضع سلامتیش روز از روز بد می شود. باری اول نیست که پیوندان بعضی از سربازان از بیماری و یا مجبوری به خدمت برده شدن آنها شکایت می کنند. دادستان حربی در کولاب هم می گوید در 1 سال 159 عریضه و شکایت گرفت و بیشتری آنها به دعوت به خدمت حربی پیوند دارند. دادستان حربی دقیق نگفت که در پیوند به این قضیه ها چند نفر را جزا یا تنبیه دادند. از 159 عریضه شکایتی که بود آورده شده است، تقریبا 60-70 خودش وابسته به دعوت به خدمت حربی اگر در اون حالت تنکیتی باشه باید زندانش که در رفت سنجشو همه مراجعات رو در مورد بررسی کرده شده. حالت هستن که قراره کمیشه دعوتی به خوب کرده شده مردم خدمت حربی جواب داده شده است. چند پیش خانواده عیسازاده سرباز قسم نظامی وزارت دفاع در کولاب شکایت کرده بود که فرزندشان بیمار است اما به خدمت برده شده است. او هم چند مدت را در بیمارستان گذراند اما دوباره در قسم حربی جایگیر گشت. در تاجیکستان در گذشته برخی موردهای به ارتش بردن جوانان بیمار ثبت شده گاه با مرگ آنها انجامیده است. نمایندگان حکومت 1 دفعه در سال 2016 از مقامات تندرستی انتقاد کرده بودند که گویا آنها در جریان جلب جوانان به ارتش به چند نفری مریض اجازه خدمت را دادند.